السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو النهارده يا جماعة جديد، ومعانا أغنية عظيمة، أغنية جزائرية يا جماعة. أغنية جزائرية مش بس إن هي يعني سمعت داخل الجزائر، لما بص نلاقي تعدت الحدود وتعدت القارة اللي هم فيها، ولقيت الناس بتتفاعل عليها والناس بتبكي عليها والناس بترقص عليها. ده انتوا عايزين ايه؟ اخواتنا الجزائريين يعني فهموني الحته دي كده. انتوا لما بتلاقوا الفن بتاعكم منتشر في كل حته، بتلاقي مثلا بيتغنى باللهجه الفارسيه، بتغنى يعني باللغه الفارسيه، بتغنى باللغه الاجنبيه الامازيغيه، اوكي، جزائريه، بتغنى بجميع اللغات يا جماعه وبتترجم لجميع اللغات. فما شاء الله عليكم، انتوا تعديتوا الحدود، انتوا شعب مثقف، شعب عنده حضاره عظيمه، واللي ينكر غير كده حط صبع في عينه على طول. محدش يقدر ينكر ابدا الحضاره والفن الموسيقي عند الجزائر، لانها منبع الموسيقى ومنبع فن الراي اللي مكسر العالم كله يا جماعه. ان شاء الله عليهم. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونسمع الاغنيه الجميله ده يا جماعه، عشان ردة فعل قويه جوه الفيديو اخر الفيديو باذن الله. قطعه خالی از لطف نیست که برای مهمونمون هم احتمالاً شنیدنیه و خاطر انگیز حتما شنیدن. بله لطفاً، متشکریم. قطعه انقلابی منجبالنا بایزد. خیلی عالی بود. ممنون. اینو شنیده بودید؟ بازم چشتون برهش شد. با این خاطره خاصی دارید؟ آدم بعضی وقتا حس نمیکنه، متوجه نمیشه که چقدر بچه‌های الجزایر و شهدایی که ما دادیم برای کشور جنگیدن، وگرنه ما این روزو نداشتیم. واقعا اگه اونا نبودن الجزایر نبود، فرانسه بود. پیکر بعضی از الجزایری ها تو فرانسه است. بله، پیارسال فکر کنم چند تاشون آوردن. چرا اونجاست؟ اونایی که توی جنگ جهانی دوم شهید شدن. جنگ جهانی رفتن به کمک فرانسوی ها. در واقع اونا برای الجزایر جنگیدن که بلکه الجزایر استقلالشو بگیره. فرانسوی ها با الجزایری ها چی کار میکردن؟ کلن فرانسه به خاطر اینکه الجزایر خیلی غنی بود واقعا از هر لحاظی،
اون موقعیت جغرافیاشو بگیرن و تلاش کردن که کلا عربی و اسلامو نابود کنن. تلاش اولشون این بود. بعد یه دوره طولانی فرانسوی‌ها حکومت می‌کردن بر الجزایر. بله تقریبا 130 سال الجزایر مستعمره فرانسه بودش. حاکم فرانسوی بود یا حاکم دست نشانده بود؟ خود الجزایری بود و دست نشانده موقع دولت عثمانیه بود حاکم بوده یا مثلا بیشتر به خاطر فتوحات اسلامی بعد فرانسه وارد شدن. انقلاب الجزایر ماهیت اسلامی داشت و ماهیت ملی؟ میشه یعنی گفت دوتاش. چون مردم بیشتر به خاطر اینکه اسلام و زبان عربی از بین نره و چون کشور ما دیگه داشت رو به نابودی و داشت رو به اروپایی بودن میرفت، پس مردم واقعا این چیز خیلی براشون مهمه، همچنان هم براشون مهمه. یک مثلا کنیا یک خاطره های بسیار تلخ و وحشتناکی از دوران حکومت بلژیکی ها دارند. چنین چیزی تو الجزایر هم بود؟ بله، شکنجه های و کارهای عجیب غریب که فرانسه تو الجزایر انجام داده اصلا واقعا قابل توصیف نیست، از بس که وحشتناکه. چیا بوده بگید برام؟ مثلا قتل عام میکردن، شکنجه هایی که روی شهدای ما انجام میدادن بسیار وحشتناک بود. مثلا یکی از کارهایی که فرانسه انجام داده اینکه زمان جنگ جهانی دوم چون یه حالت نیرو کم آورده قول داده به الجزایریا که اگه بیان تو فرانسه بجنگن استقلال رو به الجزایر میده. خب سال 1945 موقعی که جنگ جهانی دوم تمام شد و الجزایریا تقریبا اونایی حالا که شهید شدن و اونایی که برگشتن فرانسه به قولش عمل نکرد، پس مردم پا شدن تظاهرات و فرانسه اصلا ساکت نشد. تقریبا شاید تا 100,000 نفر قتل عام انجام داده اون موقع برای جلوگیری از انقلاب، برای جلوگیری از این تظاهراتی که الجزایری‌ها انجام دادن که فرانسه به قولش عمل نکرد. پدر شما در انقلاب الجزایر حضور داشته؟ پدر بزرگم. پدر بزرگتون؟ من. چون الان در قید حیاتن؟ نه خیر. روحشون شاد باشه. سلامت باشید. این عکس پدر بزرگ. پدر بزرگتونه. پدر بزرگ رو دیده بودید؟ دیده بودم، ولی از اینکه تو این مسیر خیلی جایی داشت و تلاشی کردن تو همین راه شهدا و برای کشورمون تلاشی کردن خیلی مهم بود، چون زیر دست فرانسوی ها خیلی شکنجه شدن و یکی از کلی هاشو برداشتن در حال زنده بودن. بله اسیر شدن. خیلی مثل حالت ارتش الجزایر بودن و خیلی دنبالش بودن و خب شکنجه شدن. یعنی ایشون در روزهای جنگ اونجا اسیر میشه به دست فرانسوی‌ها و شکنجه میشه. کلیه‌شو یعنی چی؟ متوجه نشدم. یعنی زنده که هست همینجوری گرفتن. كده يا جماعه الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. شفنا مع بعض حلقه مميزه، شفنا مع بعض الفن الجزائري وهو بيكسر الاسوار، يعني داخل الجزائر وخارج الجزائر، وبيقول لك انا متقدم للعالميه ومحدش هيسبقني ومحدش بعدي، انا في الاول وفي الامام. هو ده الجزائري لما بيحط حاجه في دماغه بيبقى ما شاء الله يلاقي. حتى كان في الكوره يا جماعه لما نشوف الفتره اللي حصلت للمنتخب الجزائري مثلا لما بنتكلم من 2009 كده لحد 2015 او 2016 كانوا مكسرين الدنيا، او 2017 افريقيا واخدين كاس عالم، متأهلين مرتين ورا بعض، كاسبين متأهلين لأدوار عالية، عملوا ماتش جبار مع ألمانيا، كانوا مقطعين ألمانيا يا جماعة. الناس ديت عندها يعني دافع رهيب في كل حاجة، فبتخليك كده إن أنت أنا عايز أبقى زيهم. أنا عايز ليه ما أبقاش زيهم؟ ليه إن أنا ما أبقاش عالمي زيهم وأبقى مشهور وأحقق إنجازات؟ فما شاء الله عليهم، شعب جميل شعب الجزائر. وحتى اللي يقول لك مثلا الكرة عملت لنا خلاف ومش خلاف، والله يا جماعة دي ما هي إلا لعبة وترفيه، ومع ذلك الحب في القلب برضو تجاه اخواتنا الجزائريين، وعادي وبيس. ما عندناش، انا
كشخص ما بحبش يعني ايه الزعل يجي ما في الحاجات اللي هي الترفيهيه زي الكوره واخلافه، ونيجي نمسك في بعض في الكومنتات على الفيسبوك او هنا او هنا. كل الناس خير وبركه، وما انت ما انت هتتربط من لسانك الراجل او الست. يعني الكلمه ديت انت بتتحاسب عليها. ليه ان انا اغلط فيك او انت تغلط فيا؟ ما دام في بينا يعني كلمه شكر على الاقل، يعني اشكر. فانا من موقعي عايز بقول لكل اخواتنا الجزائريين الله اكبر عليكم، ما شاء الله، استمروا في النجاح اللي انتوا فيه عشان انتوا تستحقوا النجاح ده يا جماعه. نتقابل في فيديوهات تانية كتير باذن الله. في الاونه الجايه ما تنسوناش من الدعم بتاعكم، اللايك والاشتراك من الكومنتات. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ايه، سلام.